ما در اینجا میخوایم در مورد روانشناسی بر اساس رنگ صحبت بکنیم. حیف اومد این مطالب زیبا رو اشتراک نذارم. واقعیتش قبل اینکه شروع بکنیم شما از بین این رنگ ها یعنی همشون رو بر اساس اون چیزی که دلتون میخواد حس میگیرین ازش دوستش دارین انتخاب بکنین. از 1 تا 8 اولویت بندی بکنین برای خودتون. اصلا هم این رنگا رو به ماشین و به رنگ لباس و به نمیدونم به چیزای اینجوری ربط ندین. فقط حس و احساستون، بر اساس حس و احساستون انتخاب بکنین. چقدر دوستشون دارین اونا رو اولویت بندی بکنین از 1 الی 8 و تو 2 مرحله این کار رو انجام بدین. هرچه این کار به صورت خود به خودی تر باشه، یعنی مثلا از ناخودآگاهتون الهام بگیرین، احتمالش بیشتره. تو 2 مرحله انجام بدین. مرحله اول از 1 تا 8 انتخاب کردین، بعد چند دقیقه دوباره همین انتخابا رو بکنین بدون اینکه انتخاب قبلی رو به یاد بیارین یا بر اساس اون انتخاب بکنین. فارغ از اون دوباره انتخاب بکنین. این رنگ‌ها رو از 1 تا 8 انتخاب بکنیم و معمولا انتخاب دوم به اصطلاح اعتبار بیشتری داره. در کل روانشناسی رنگ در خیلی از حوزه‌ها کار شده، تأثیرشون بررسی شده و اینکه بر افراد، بر روحیه‌شون، بر رفتارشون چه تأثیری داره کار شده. از جمله در بازاریابی، تبلیغات، فروش، معماری داخلی که تا حدودی هم به کار ما مرتبطه، طراحی لباس و غیره کار شده. یعنی اینکه مثلا یه محیطی چه رنگی داشته باشه بر هیجان یا بر آرامش این افراد تاثیر داشته، یا بر جنبه‌های مختلف احساسی یا روانی اونا تاثیر داشته. یا مثلا تو تبلیغات، مثلا تولید کنندگان شکر به این نتیجه رسیدن که اگه محصولاتشون رو تو بسته‌های آبی، ظرف‌های آبی بسته‌بندی بکنن روی فروششون تاثیر میذاره. یا مثلا تو طراحی فضای داخلی هواپیما، طراحا و دیزاینرها به این نتیجه رسیدن که اگه فضای داخلی هواپیما رو یه جوری طراحی بکنن و رنگ‌های مشخص استفاده بکنن بر تنش‌های ناشی از پرواز میتونن تاثیر بذارن یا فشارهای عصبی و جای مسافرها کمتر بکنن. یعنی در رنگ توی کلیه حوزه‌ها مطالعه شده و تاثیر اونها مورد بررسی قرار گرفته. انسان در طی فرایند تکامل معنی و به اصطلاح احساس رنگ‌ها رو از محیط گرفته. یعنی صبح زود که مثلا انسان پا شده و فضای روشن و براق روز رو دیده، تابش خورشید رو دیده، ازش انرژی، تحرک، به اصطلاح شور و هیجان رو گرفته و به شب که رسیده تاریکی شب، آبی تیره شب بهش سکون القا کرده، آرامش القا کرده، خواب و بی‌فعالیتی رو بهش القا کرده. همینطور که گفتیم روز به معنی فعالیت و افزایش سرعت سوخت و ساز و ترشح غددی بیشتر، انرژی بیشتر و انگیزه بیشتر که از رنگ زرد روشن روز گرفته شده. این الهام‌ها قرمز هم به معنی خون و حمله و غلبه و هیجان و تحرکه. یعنی انسانی که شکار کرده رنگ خون رو دیده بیشتر هیجان زده شده. سبز معنی طبیعت و دفاع از خوده و از این به اصطلاح سبز حالت احساسی روانی که برای انسان به اصطلاح القا میکنه معنی طبیعت و دفاع رو از خودش میده، دفاع و محافظت و اصرار و پافشاری. قرار گرفتن در معرض رنگ قرمز باعث میشه که فشار خون بیشتر بشه، ضربان قلب تند و سریعتر بشه. بنابراین یه حالت مهیج داره که از طریق بخش سمپاتیک سیستم عصبی کار میکنه. بخش سمپاتیک سیستم عصبی میدونید که باعث شور و هیجان میشه. مثلا حتی شما یه موسیقی مهیج گوش میدین با استفاده از سیستم عصبی سمپاتیک که بر شما تاثیر میذاره و شما رو هیجان زده میکنه. برعکس قرار گرفتن در مقابل رنگ آبی باعث افت فشار خون، کند شدن ضربان قلب و کند شدن تنفس میشه و حالتی آرام بخش بهتون میده و این عمل از طریق بخش پاراسامپاتیک سیستم عصبی عمل میکنه و دقیقا مثل موسیقی های آرام بخش که سیستم عصبی پاراسامپاتیک رو فعال میکنه. ما میدونیم که مغز هر بخشش وظیفه یک کاری رو داره و از چند قسمت تشکیل شده.
بخش خاکستری مغز وظیفه انجام کارهای با دقت بیشتر، با ظرافت بیشتر رو به عهده داره، چون چروک‌هاش بیشتره. کارهای دقیق و به اصطلاح با ظرافت بیشتری رو توسط اون بخش خاکستری یا کورتکس انجام میشه و توی انسان فقط این وجود داره. و بخش مرکزی مغز بین مثلا میمون و اینا مشترکه، چون بخش اولیه مغزه، ولی این بخش خاکستری یا کورتکس که انجام کارهای دقیق و با تمرکز به عهده داره چی میکنه؟ اینا رو به اصطلاح کارهای ظریف توسط این قسمت از مغز تحلیل و آنالیز میشه. مثلا یه دانشجو معماری که میخواد مثلا ماکتی رو بسازه یا مثلا چه میدونم اسکیسی رو بکشه، این کارهای ظریف و دقیقش توسط بخش خاکستری مغز یا کورتکس انجام میشه، چون چین و چروک بیشتری رو داره. و در کل تحلیل رنگ توسط کلیه بخش مغز انجام میشه، هم اگه روش کار بکنه با ظرافت بیشتری کار بکنه توسط بخشای کورتکس مغز و پیشرفته مغز تحلیل میشه و حالتهای کلی و جنرالش توسط بخشای مرکزی مغز که با حیوانات مشترکه تحلیل و آنالیز میشه. پس رنگ توسط تقریبا کلیه بخش مغز تحلیل و آنالیز میشه. واکنش‌های غریزی و خود به خودی توسط مراکز واقع در نواحی قدیمی‌تر و ابتدایی‌تر مغز بروز میکنه. اونجایی که با حیوانات هم مشترکه، اینجا واکنش‌های غریزی اونجا تحلیل میشه. ما در واقع از نتایج تحقیقات این آقا استفاده میکنیم، آقای لوشر. ما هرچی داریم در مورد روانشناسی رنگ در این مبحث توسط همین آقا به اصطلاح عرضه شده. پروتکل آزمون لوشر اطلاعات زیادی رو در مورد ساختار روانشناختی ضمیر هوشیار و ناهوشیار فرد در زمینه‌های استرس روانی، وضعیت تعادل یا عدم تعادل قدرت و بسیاری از اطلاعات فیزیولوژیک رو فراهم میکنه. یعنی از طریق این روانشناسی شما میتونید بخشای هوشیار و ناهوشیارتون رو تقریبا پی ببرین. اون چیزایی که اصلا خودتون ممکن ازش خبر نداشته باشین از طریق این تحلیل رنگ بهش برسین. آزمون لوشر یک سیستم هشدار زودهنگامه برای تشخیص ناراحتی‌های ناشی از استرس در مرحله اولیه. یعنی شما میتونید از طریق این روانشناسی رنگ استرس‌های نهفته در روانتون رو پیدا بکنید، یعنی استرس‌هایی که حتی خودتون ممکن ازش خبر نداشته باشین. و میدونیم که ناراحتی‌های فیزیکی هم خیلی هاشون نتیجه ناراحتی‌های روانیه. شما میتونید از طریق این ناراحتی‌های روانی که مثلا کنترل بکنین، بهش پی ببرین. ناراحتی‌های فیزیکی مانند نقص عملکرد قلب یا حمله مغزی یا اختلالات مجرای گوارشی هم کنترل بکنین. حتی مثلا من توی مقاله خوندم اولین جایی از بدن که خون رسانی بهش قطع میشه معده است. خاطر وضعیت حالت دفاعی که قرار میگیره خون بهش نمیرسه. واسه همونی که شما وقتی در دچار استرس یا ناراحتی میشین معده‌تون درد میگیره، به خاطر اینه که معده اولین جاییه که خون بهش نمیرسه و در واقع دچار درد و حالتی از گرفتگی میشه. ما رنگ‌ها رو به دو دسته کلی پایه و غیر پایه تقسیم بندی کردیم که رنگ‌های سبز و زرد و آبی و قرمز رنگ‌های پایه هستند. امیدوارم تا اینجا شما رنگ‌ها رو انتخاب کرده باشین برای خودتون. رنگ‌های فرعی یا رنگ‌های غیر پایه هم عبارتند از قهوه‌ای، بنفش، سیاه و خاکستری. شما 8 رنگی که انتخاب کردین، رنگ اول دومتون ترجیح شدیدتونه، یعنی این دوتا رنگ رو به شدت ترجیح میدین. رنگ سوم و چهارمی که انتخاب کردین ترجیح عادیتونه و رنگ پنجم و ششم رنگ‌های بی‌تفاوتی و حالت خنثی و در سنگره، یعنی ممکنه تو بعضی موقعیت‌ها فعال بشه و رو بیاد. رنگ‌های 7 و 8 رنگ‌های منزجری هستن که ازشون بدتون میاد یا رد کردین این رنگ‌ها رو. با علامت‌های مثبت، ضرب مساوی یا منها مشخص می‌کنیم این رنگ‌ها رو، باشون کار داریم. تو مرحله بعدی با این علامت‌ها کار داریم. یعنی مثلا یکی که این رنگ‌ها رو انتخاب کرده زرد و آبی و زرد توی ترجیح شدیدش قرار داره، رنگ قهوه‌ای و مشکی هم توی رد کرده این رنگ‌ها رو و تو به اصطلاح تو لول انزجارش هستن. رنگی که تو موقعیت اول انتخاب میشه بیشترین علاقه رو نشون میده،
نشان دهنده روش اساسی شخص که انتخاب کرده که با این روش اساسی میخواد کار زندگیشو، یعنی در واقع دوست داره از این طریق کارشو انجام بده. وسیله است برای وی برای به دست آوردن اهدافش به آن رو می آورد. یعنی برای رسیدن مثلا تو این مورد یارو مثلا که آبی رو انتخاب کرده میخواد از طریق آرامش و متانت به اهدافش برسه. حالا هدفش هر چی هست میخواد از طریق اون به اون هدفها برسه. موقعیت دوم هدف واقعی رو نشون میده. مثلا رنگ زرد در این موقعیت نشون میده که شخص نیاز به تغییر داره، تغییر در شرایط، تغییر در روابط یا در کار. هدف واقعی تو موقعیت دوم معلوم میشه که تو اینجا به دلیل همراه شدن با رنگ آبی خیلی آرام و در جستجوی روابطی مبتنی بر محبت و شادکامی رو نشون میده. یعنی چون تو موقعیت اول آبی اومده و تو موقعیت دوم زرد اومده، این تغییری آرام رو میطلبه، تغییری با متانت رو میطلبه. موقعیت سوم و چهارم شرایط واقع یا وضعیت حال حاضر شخص رو نشون میده، یعنی تو وضعیتی که الان هست رو نشون میده. از موقعیت 1 و 2 اهداف رو نشون میدادن، موقعیت سوم و چهارم موقعیت فعلی شخص رو نشون میده، یعنی وضعیتی که شخص احساس میکنه در آن قرار دارد یا شرایط فعلی ایجاب میکند. مثلا در اینجا شخصی که اینا رو انتخاب کرده، سبز و قرمز رو انتخاب کرده، احساس میکنه که در موضع قدرت اما احتمالاً به دلیل دشواری‌های موجود با مشکل مواجه میشود. چون این دو تا رنگ رو انتخاب کرده، یعنی سبز و قرمز، روحیش اینو نشون میده که در موضع قدرته ولی به دلیل مشکلات و دشواری‌های موجود با مشکل مواجه میشه. موقعیت پنجم و ششم، این دو موقعیت در واقع لول بی‌تفاوتی هستند. رنگ‌های این ناحیه نه رد شدن و نه برای وضعیت فعلی مناسب هستند، بلکه در حالت ذخیره بوده و در صورت لزوم وارد عمل میشن. مثلا اگر رنگ آبی در این موقعیت بود، شما فرض کنید مثلا آبی، مثلا طرف آبی رو اینجا انتخاب کرده بود، نشون میداد که آرامش این شخص فعلا معلق مانده و به نحوی که بتونه یه موقعیت نارام رو تحت کنترل در آورد. فرد بتونه یه موقعیت به یه جایی برسه که بتونه آرامش رو پیدا بکنه، معلق مانده به حالت خنثی و در سنگر این رنگ آبی اگه تو این 5 و 6 انتخاب کرده بود. شخصی که مثلا خاکستری و بنفش انتخاب کرده خودمحور بوده و به همین دلیل زود میرنجد و زود رنج است. حالا ما همه اینا رو توی یک جدول هست و هر کدوم مثلا شخصی که آبی رو توی این نقطه انتخاب کرده باشه چه وضعیت روحی روانی رو داره، تو جدولی که تو کتاب آقای لوشر هست به قشنگی توضیح داده و همه حالت‌ها رو انتخاب کرده که مثلا آبی تو مرحله 1 باشه چیه، تو موقعیت 2 باشه چیه، تو موقعیت 3 باشه چیه، یا زرد تو موقعیت 1 باشه چیه، یا زرد تو موقعیت آخر باشه چیه. همه اینا رو توضیح داده. موقعیت هفتم و هشتم رنگ‌هایی رو نشون میده که رد شدن. این رنگ‌ها تو حالت انزجار قرار گرفتن. این انتخاب بیانگر نیاز خاصی هستند که باید بنا به دلایلی مهار شوند. در غیر این صورت شرایط نامطلوب و زیانباری به بار خواهند آورد. این رنگ‌هایی که اومدن تو موقعیت 7 و 8 به هر دلیلی، حالا مثلا ممکن به دلیل شخصی، به دلیل دوران کودکی، به دلیل شرایط محیط کار، به دلیل شرایط محیط خانواده، این رنگ‌ها سرکوب شدن و رد شدن که اگر، حالا ما بعداً توضیح خواهیم داد که اگر این رنگ‌های پایه باشن وضعیت استرس و تنش رو تو فرد نشون میده. اگر رنگ‌های غیر پایه مثل سیاه و قهوه‌ای باشن تقریباً عادیه. بنابراین اگر رنگ‌های پایه یعنی آبی، زرد، سبز، قرمز رد شدن اومدن تو موقعیت 7 و 8 نشون میده تو فرد تنش و استرس وجود داره. حالا بعداً توضیح خواهیم داد جزئیات بیشترش. مثلا اگر رنگ آبی در این دو موقعیت یعنی 7 و 8 قرار بگیره، از نظر اون شخص نیاز به صلح و آرامش باید ارضا نشده باقی بماند. یعنی فرد احساس میکنه که نیازی به آرامش نداره، چون به دلیل شرایط نامساعد هر گونه سکون و تمدید اعصاب، هر گونه تسلیم و تن دادن
و یا هر گونه روابط نزدیک و آرام عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. یعنی کسی که رنگ آبی که جز رنگ‌های اصلی است رو رد بکنه و بیاره تو موقعیت 8، یعنی این فرد براش آرامش شده یک چجوری بگم، یک تابو، از آرامش فرار میکنه، از سکون فرار میکنه، از روابط نزدیک و صمیمی فرار میکنه. واسه همون یک علامت هشداره. شما اگر رنگ‌های آبی رو رد کردین، رنگ‌های اصلی رو رد کردین و اومده تو موقعیت 8، شما دچار استرس و تنش هستین حتما. حالا این رنگ‌ها چی دارن تو خودشون، چی میگن؟ این رنگ‌ها حالا ما به ترتیب همشون رو میگیم، همشون نه که اکثرا تو کتاب همشون رو گفته، حالا ما سعی میکنیم خیلیاشون رو بگیم. آبی نشون دهنده عمق احساساته، ویژگی‌های خودمحور، منفعل، مشارکت کننده، غیر مستقل، تابع قوانین بیرونی و غیره با خودش داره. جنبه‌های عاطفیش شامل آرامش، قناعت، رضایتمندی، مهربانی و رقت قلب و عشق و عاطفه است. سبز نشان دهنده انعطاف پذیری اراده است، ویژگیاش خودمحور بودن، منفعل بودن، تدافعی بودن. جنبه‌های عاطفیش سماجت و پافشاری، خودبیانگری، ابراز وجود، سرسختی و لجاجت و عزت نفسه. یعنی کسی که رنگ سبز رو تو موقعیت اول انتخاب میکنه، روی یعنی هدفش پافشاری روی عقایدشه، هدفش عزت نفسه، هدفش سرسختی و لجاجته، خودمحوره. کسی که رنگ سبز رو به عنوان رنگ اصلی اولش انتخاب میکنه و کسی که رنگ سبز رو رد کرده احساس میکنه که اصلا نباید تو کار دیگران دخالت بکنه، اصلا نباید سرسختی بکنه، اصلا نباید لجاجت بکنه و اصلا براش مهم نیست که حرف خودش رو به یکی ثابت بکنه و اصلا منتقل بکنه شاید، و احتمالاً عزت نفس پایینی هم داره. رنگ قرمز نشون دهنده قدرت اراده است، ویژگیاش دگرمحوری، فعال و تهاجمی، پرخاشگر، مستقل، سلطه‌جو است، خودگردان، نیروی جنسی بالایی داره. جنبه‌های عاطفیش تمایل و اشتیاق بالا رو داره، تهیج پذیره، سلطه‌جویه و تمایلات قوی جنسی رو نشون میده. قرمز یکی از نشونه‌هاش، یکی از چیزایی که با خودش داره تمایلات جنسیه. یعنی اگه توی یک باشه، موقعیت یک، اون نفر قرمز انتخاب کرده باشه، یعنی اینکه به تمایلات جنسی خیلی اهمیت میده، به تهیج و به اصطلاح تحرک و پرخاشگری خیلی اهمیت میده. ولی اگه اون رو رد کرده باشه و بیاد تو مرحله 8، تو موقعیت 8 قرار گرفته باشه براش، یعنی اصلا به این چیز اهمیت نمیده، اصلا حالت تهاجمی نداره، یعنی اصلا تهیج نداره و قوه جنسیش احتمالاً خیلی کند شده. زرد هم نشونه خودجوشی و خودانگیزیه، دگرمحوری، فعال، فرافکن، غیر مستقل، تابع قوانین بیرونیه. جنبه‌های عاطفیش هم تغییرپذیریه، یعنی تغییرپذیری تو رنگ زرد خیلی به اصطلاح مشخصه. یعنی وقتی زرد دیدین یعنی یارو دنبال تغییره، دنبال عوض کردنه. امید و توقع و انتظار و ابتکار و اصالت و نشاط و شادابی تو زرد نشون داده میشه. 4 رنگ پایه، همون رنگ‌هایی که گفتیم، آبی، سبز و قرمز و زرد، نشون دهنده نیازهای روانشناختی بنیادی هستند. نیاز به احساس رضایتمندی و عاطفه، نیاز به ابراز وجود، نیاز به موفق شدن، نیاز به آینده‌نگری و بلندپروازی. اینا رنگ‌های مهمی هستن که تو آدم سالم نباید رد بشه. بنابراین وقتی این فرد سالمی و دارای توازن طبیعی که عاری از تعارض و سرکوب هاست، این رنگ ها رو تو 4 تا رنگ اول انتخاب میکنه، 4 الی 5 رنگ اول انتخاب میکنه و نشون میده که هیچ اضطراب و تعارض و استرسی نداره. ولی وقتی این رنگ ها بیان تو 3 تا انتخاب آخر، یعنی 6 و 7 و 8، یعنی این فرد به نوعی تعارض و استرس و تنش تو خودش داره. 4 رنگ اصلی، 4 رنگ بنیادی تو 3 تا انتخاب آخر استرس و اضطراب و تنش رو نشون میده. خاکستری رنگ خنثی‌است و فاقد رنگ.
سیاه رو نداره، این مقداری از سیاه رو داره، مقداری از سفیدی رو داره و در واقع بدون رنگ خنثاست. سیاه همه رنگ ها رو نفی کرده، یعنی در واقع هیچ رنگی تو خودش نداره. قهوه‌ای هم که مثل سیاه خاکستری جزء رنگ‌های بیفامه که البته یه مقداری فام و رنگ داره ولی خب بیفام میگیم، این جزء رنگ‌های بدون رنگ قهوه‌ای. ترجیح دادن هر یک از سه رنگ بیفام یعنی سیاه، خاکستری و قهوه‌ای به معنای نگرش منفی نسبت به زندگی تلقی میشه. یعنی وقتی این سه تا رنگ بیان تو اولویت اول و دوم، یعنی اون فرد نسبت به زندگی نگرش منفی داره. یعنی کسی که سیاه رو اینجا انتخاب میکنه نسبت به زندگی معنی نگرش منفی داره و احساس خوبی نسبت به زندگی نداره. یکی از به اصطلاح بخشای مهم این روانشناسی رنگ اون چیزی که به ما میگه اضطراب‌ها و تعارض‌ها و رفتارهای جبرانیه. هرچه رنگ‌های پایه به ردیف‌های انتهایی یعنی 7 تا 8 نزدیکتر باشن، نشان دهنده جدی‌تر بودن نخیسه‌های فیزیولوژیکی و اجتماعی است. یعنی هرچی این رنگ‌های پایه مثل زرد و آبی و قرمز به 7 تا 8 نزدیکتر باشن، یعنی تو 8 باشن دیگه خیلی وضعیتش بحرانی تره، تو 7 باشن یه ذره بهتره، تو 6 باشن بازم یه ذره بهتره، تو 3 و 4 و 2 و 3 و 1 اومدن دیگه تقریبا یارو حالت نرمال و سالمی داره. اگر یکی از رنگ‌های پایه دورتر از موقعیت پنجم قرار گرفته و یا به عبارتی پس زده شده باشه، این یعنی که به دلیل شرایط نامساعد، حالا هر دلیلی میتونه باشه، نیازهای اساسی مربوط به آن رنگ ارضا نشده است. مثلا اگر رنگ آبی بیاد تو موقعیت 8 یعنی اینکه فرد اصلا دنبال آرامش نیست، یا مثلا رنگ قرمز بیاد تو موقعیت آخر تو موقعیت 8 یعنی اصلا فرد اصلا دنبال تهیج و هیجان و چالش نیست، اصلا به اصطلاح امیال جنسی براش اصلا موضوعیت نداره. و در واقع وقتی اومد تو موقعیت 8 منبع استرس رو نشون میده. یعنی رنگ آبی تو موقعیت 8 نشون دهنده یک استرس تو فرد. توضیحات بیشتر رو تو جدول کتاب بخونید، توضیحات خیلی قشنگی داده در این مورد. و همین منبع استرس ایجاد اضطراب میکنه تو فرد و این نشون دهنده یک اختلال روانیه. رنگ‌های پایه در موقعیت 7 تا 8 یعنی زرد، آبی، قرمز و سبز تو موقعیت 7 تا 8 نشون دهنده اختلال روانی هستش. و هر کدوم از این رنگ‌های پایه که رد بشن با موقعیت اول، با رنگی که تو موقعیت اول اومده جبران میشن، یعنی میشه رفتار جبرانی compensatory behavior، یعنی یک رفتار جبرانی که از خودش نشون میده شخص تو موقعیت اول میاد. مثلا شخصی که رنگ آبی رو رد کرده اومده تو موقعیت 8 با رنگ 1 که مثلا رنگ قرمز جبران کرده، یعنی اون شخص از آرامش فرار میکنه، اصلا دوست نداره آرامشو و در مقابل میخواد این عدم آرامشو با تهیج و رفتارهای مثلا بی‌بندوباری جنسی و با این چیزا جبران بکنه. خب پس میشه رفتار جبرانیش میشه قرمز و اون چیزی که رد شده میشه آبی. نیازهای ارضا نشده و اضطراب حاصل از آن به عنوان کیفیتی که از لحاظ عاطفی ناخوشایند است سرکوب میشوند، به گونه‌ای که دیگر آگاهانه تشخیص داده نمیشن. یعنی اون نیازهای ارضا نشده و یا اضطراب حاصل از اون که میان تو موقعیت 8 ممکن اصلا تشخیص داده نشن، یا به شکل یک بیقراری و یا نگرانی و یا استرس و اضطراب خودشون نشون بده، یعنی اصلا یارو خودش هم نفهمه که چشه. مثلا تو حالتی که رنگ قرمز رد شده و رنگ با رنگ آبی جبران شده، چون من به استرسی صرف نظر از این که تا چه حد به ضمیر هوشیار راه پیدا کرده باشد نوعی رفتار جبرانی ایجاد میکنن. یعنی این فرد اصلا ممکن خودش هم خبر نداشته باشه که رنگی مثلا یه اضطراب حاصل از تنش و میل جنسی داره و اونو سرکوب کرده و اونو با آرامش جواب داده، اصلا ممکن خودش هم خبر نداشته باشه. پس رنگ موقعیت اول شد اون
رفتار جبرانی، رفتاری که فرد برای جبران رنگ رد شده یا موقعیت رد شده انتخاب کرده است رو نشون میده. مثلا تو این مورد اون نفری که انتخاب کرده رنگ قرمز رو رد کرده، یعنی تهیج و هیجان و جنب و جوش رو رد کرده، یعنی اصلا تو خودش سرکوب میکنه و در مقابل به چی پناه برده؟ با آرامش و متانت و به اصطلاح آرامش افراطی پناه میبره که اصلا اونم ازش لذت نمیبره، یعنی مثلا از آرامش هم لذت نمیبره و یه چیز کاملا سوری و بدون اثره. یعنی اصلا اون رفتار جبرانی هم اصلا رفتار جبرانی نیست، اصلا اونم روش آرامش نمیکنه. آرامشی که هم میره مثلا میره دنبالش، اونم به درش نمیخوره. چرا؟ چون اون رنگ‌های اصلی رو رد کرده، یعنی اون در واقع باید بره دنبال یه چیزایی که بهش هیجان بده و نه ترسه ازش، باید خودش رو درمان بکنه. حالا بیشتر توضیح خواهیم داد که مثلا رنگ قرمز رد شد باید چیکار بکنه. رد شدن رنگ قرمز هم که توضیح دادم، ارضا نشدن نیازهای مربوط به هیجان و عمل و جبران آن با رنگ آبی، یعنی با آرامش و متانت جبران میشه. یعنی تلاش میکنه برای جبران و حل مشکل مربوط به ارضا نشدن نیاز به هیجان از طریق آرامش اقدام بکنه. خب جدول 5 کتاب لوشن هم بیشتر توضیح میده تو این موضوع، تو این زمینه. شما اگه بریم کتاب بخونیم خیلی نکات بیشتری ازش میگیم. من سعی کردم خیلی خلاصه و مختصر توضیح بدم این چیزا رو. تحلیل رفتن نشاط و سرزندگی، یعنی وقتی رنگ قرمز رد شده، سبب شده است نسبت به هر گونه تحریک بیشتر او را درمانده میکنه. یعنی هر گونه تحریک و هیجان تو اون احساس درماندگی میکنه، احساس میکنه که از پسش بر نمیاد و سعی میکند با دست کشیدن از مبارزه و یافتن شرایط آرام و آسوده از آن بگریزد. یعنی میخواد از هیجان از طریق آرامش بگریزد، یعنی میخواد از هر هیجانی خودش رو نجات بده و به چی پناه ببره؟ به آرامش. و این واقعیت جواب میده. من تو خیلی از موارد که من امتحان کردم واقعا نشون میده، یعنی یه چیز به اصطلاح فال نیست اصلا، این چه میدونم سرگرمی نیست، این واقعا یه علمیه و واقعا نشون میده اون استراب‌ها و استرس‌ها و تنش‌هایی که تو فرد هست رو نشون میده. وقتی یارو مثلا رنگ قرمز رو رد کرده و با سبز جواب داده، نشون میده که تحلیل رفتن نشاط و سرزندگی، همونی که تو رنگ قرمز هست و اشاره کردیم، سبب میشه که از هر نوع تحریک و تهیج چیکار کنه؟ فرار بکنه. و با چی جواب داده؟ با پافشاری لجوجانه، با اصرار کردن روی مواضع خودش جواب میده. چرا؟ چون تو سبز تو موقعیت اوله. پس وقتی قرمز رد شده و سبز اومده تو موقعیت اول، یعنی شده رفتار جبرانی، فرد سعی میکنه با چی جبران بکنه این فرار از تحرک هیجان رو؟ با پافشاری روی موضع خودش، رو خواستای خودش میخواد اینو جبران میکنه. وقتی رنگ‌های اصلی یعنی رنگ‌های پایه رد بشن و بیان تو سه موقعیت آخر یعنی 6 و 7 و 8، یک مشکل واقعی رو نشون میدن. یعنی فرد داره از چی فرار میکنه و چه مشکلی داره، چه منبع استرسی داره، چه اضطرابی داره، اون رو نشون میدن. و تو همون انتخابش، سه انتخاب اولش رفتار جبرانی رو نشون میدن. یعنی فرد برای فرار از اون مشکل یا فرار از اون اضطراب یا استرس به چه رفتاری پناه آورده تو همون انتخابش نشون میده. رفتار جبرانی ممکنه به یکی از شیوه‌های زیر خودشون نشون بده. مثلا فعالیت‌های نامناسب افراطی یا جهتگیری و تعصب آشکار، و اینم بستگی به رنگی داره که تو موقعیت اول انتخاب میکنه. کمالگرایی و تمایل به توسعه اخلاقی، تفننگرایی وسواسگونه و رابط جنسی کنترل نشده، استدلال‌های نظری و فلسفی، ممکنه این رفتار جبرانی به یکی از این قالب‌ها خودشون نشون بده. من تو یک حالت یک دسته‌بندی کلی اینا رو به اصطلاح خیلی خلاصه آوردم اینجا که مثلا اگر رنگ آبی، قرمز و یا زرد رد بشن و با خاکستری به اصطلاح جبران بشن،
ضریب 2x میخوره، یعنی تقریبا خیلی حیاتی و خیلی نگران کننده است. و اگه سبز و قرمز و آبی رد بشن و با زرد جواب داده بشن یا جبران بشن، اینم ضریب 2x میخوره و اینم نگران کننده است. اگه هر کدوم از رنگ‌های اصلی این 4 تا رنگ رد بشن و با سیاه جبران بشه که رفتارهای افراطی و طغیانی رو نشون میده، اینم نگران کننده است. البته ما ضریب 3x هم داریم، تو کتاب اومده، حالا من فقط ضریب‌های 2x رو یه تعدادشو گفتم. اگه 4 تا رنگ اصلی رد بشن و با رنگ قهوه‌ای جبران بشه، سکون و ناراحتی جسمانی رو نشون میده. تو آواره‌ها این بیشتر دیده میشه. این هم نگران کننده است. هر کدوم از این رنگ‌های بیفام، یعنی قهوه‌ای، خاکستری و سیاه، بیان تو ردیف اول، نشون دهنده یک رفتار جبرانی هستند. یعنی در واقع یکی از اون رنگ‌های اصلی رو جبران کردن و نوعی اعمال افراطی و مبالغه آمیز رو نشون میدن. وقتی رفتار جبرانی وجود دارد، حتما باید یک منبع استرس هم وجود داشته باشد. یعنی وقتی ما یک رفتار جبرانی، یعنی سیاه، خاکستری و قهوه‌ای اومدن توی موقعیت اول و دوم، حتما باید یک رفتار جبرانی، یک منبع استرس هم، یعنی یکی از رنگ‌های اصلی رد شده، حتما اونم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از رنگ‌های بیفام در یکی از موقعیت اول قرار بگیرن، یعنی که میشه رفتار جبرانی، در چنین حالتی رنگی که در موقعیت 8 قرار دارد حتما منبع استرس و ایجاد اضطراب خواهد بود. حتی اگه اون رنگ هم جزء رنگ‌های پایه نباشه، بازم اون چیه، منبع استرسش هست. هرچه این به موقعیت 1 یا 8 نزدیکتر باشه، این رفتار جبرانی، وسواس مرتبط با رفتار جبرانی بیشتره، یا کمبودهای روانشناختی یا فیزیولوژیکی بیشتره. یعنی موقعیت 8 حادترین موقعیت و موقعیت 1 بالاترین موقعیته. اگر یکی از رنگ‌های پایه در موقعیت 6 و 7 و 8 قرار بگیره، این رنگ و تمام رنگ‌های بعد از آن نشان دهنده اضطراب خواهند بود. مثلا اگر رنگ 6 قرمز بیاد، تمام رنگ‌های بعد از اون، حتی اگه سیاه و قهوه‌ای هم باشه، چیه؟ منبع استرسه، منبع اضطرابه. این اضطراب زمینه‌ای برای ایجاد یک رفتار جبرانی ایجاد میکنه. یعنی این قرمزی که اومد تو موقعیت 6، تو موقعیت 1 جبران شده، با همون رنگ که اونجا اومده جبران شده. حتی رنگ‌های بعد از اون، یعنی 7 تا 8 هم چیه؟ منبع استرس و منبع اضطرابه. و اون در واقع میشن چیزایی که ما تمایل داریم از اون اجتناب بکنیم. ولی خب اگه قهوه‌ای و سیاه بیان تو موقعیت 7 تا 8 و رنگ پایه‌ای تو موقعیت 6 نباشه، این عادیه. این کاملا طبیعیه. اگر در انتخاب اول فرد یکی از رنگ‌های هشتگانه در موقعیت اول یا دوم و در انتخاب دوم، گفتیم تو دو موقعیت، تو دو نوبت انتخاب بکنین، یعنی تو یک نوبت یه بار انتخاب بکنین و دوباره بعد از چند دقیقه یه بار دیگه انتخاب بکنین، بدون اینکه رفتار رنگ‌های نوبت اول رو به یاد بیاریم، بدون بخوایم بر اساس اون انتخاب بکنین. حالا میگه که اگر در انتخاب اول فرد یکی از رنگ‌های هشتگانه در موقعیت اول یا دوم و در انتخاب دوم در موقعیت هفتم یا هشتم قرار بگیره، مثلا اینجا فرد قرمز انتخاب کرده تو موقعیت تو انتخاب اول و همین قرمز تو انتخاب دوم رفته آخر، این چی رو به ما میگه؟ این نشون میده که فرد دچار دوگانگی عاطفیه و اصطلاحاً دوسوگرایی عاطفی داره نسبت به اون رنگ. یعنی تکلیفش نسبت به اون رنگ اصلا مشخص نیست. نسبت به رنگ قرمز دوگانگی عاطفی داره و مثلا در مورد همین رنگ قرمز نشون میده که تمایل به پیش بردن کار خود و از طرفی نیاز به داشتن آرامش رو نشون میده. یعنی از یه طرف دلش میخواد که کار رو پیش ببره، هیجان و تحرک داره، از یه طرف هم رنگ آبی انتخاب کرده که نیاز به آرامش و به اصطلاح سکون رو نشون میده. شور و هیجانش هم که رنگ قرمزه با کوچکترین تغییر موقعیتی عوض میشه و میره تو موقعیت هشتم و اصلا دیگه نمیخواد کاری بکنه، نمیخواد به اصطلاح از خودش حرکتی نشون بده. و این یعنی چی؟ یعنی وضعیت خطرناکی که کوچکترین عامل بیرونی بر فرد تاثیر میذاره. پس به طور خلاصه بگم، اگه کسی تو موقعیت اول، تو انتخاب اولش رنگ قرمز رو تو موقعیت اول انتخاب کرد و تو انتخاب دوم همون رنگ رفت تو موقعیت 8، یعنی رنگ قرمز رفت تو موقعیت 8، یعنی فرد دوگانگی داره تو خودش. یعنی فرد تو خودش تکلیفش با خودش مشخص نیست.
توی موقعیتی ممکنه شور و هیجان داشته باشه و با کوچکترین تحریک بیرونی اون شور و هیجان از بین بره. از سوی دیگر شباهت خیلی نزدیک بین انتخاب اول و دومم نشون دهنده انعطاف ناپذیری عاطفی است. یعنی فرد هیچ گونه انعطاف پذیری نداره، خشکه، دیدگاه خشکی داره. پس به طور خلاصه بخوایم بگیم دو تا موقعیت اول 1 و 2 رفتار مطلوب نشون میدن که این رفتار مطلوب ممکنه، این یعنی علامت مثبت ممکنه بشه 3 تا. خب اینا رو تو تحلیلتون باید ببینید. موقعیت کنونیش هم تو موقعیت 3 و 4 این حالت نرم نشون میده. موقعیت 3 و 4 منطقه بی‌تفاوتی هم 5 و 6 7 تا 8 هم بار اضطراب و استرس و نگرانی فرد نشون میده. رنگ‌های منطقه بی‌تفاوتی در حال حاضر برقرار نیستند. یعنی وقتی رنگی میاد تو موقعیت بی‌تفاوتی در حال حاضر اصلا فعال نیستند، در حالت رزرو و تو سنگر هستند و در صورتی که لازم باشه بروز میکنن. یعنی مثلا توی موقعیت خاصی، مثلا چه میدونم خدای نکرده بلایی چیزی میاد، اون رنگ میاد بالا، اون بخشی که تو حالت رزرو قرار گرفته، تو سنگر قرار گرفته میاد بیرون. در نتیجه بخشی از طیف عاطفی مسکوت و معلق مانده است و منتظر شرایط خاصی که بروز بکنه و تنها با تغییر در شرایط بروز میکنه. چون این شخصی از نظر عاطفی با ثبات است و به سادگی واکنش‌های سریع عاطفی نشون نمیده. یعنی کسی که به اصطلاح منطقه بی‌تفاوتی داره باید یه موقعیت بحرانی، موقعیت شدیدی پیش بیاد که از خودش واکنش نشون بده. اما وقتی اون موقعیت بی‌تفاوتی یا موقعیت به اصطلاح خنثی وجود نداشته باشه، فرد با کوچکترین رفتاری از خودش واکنش نشون میده. اینجا مثلا فرد هیچ جایی برای بی‌تفاوتی نداره و با کوچکترین مشکلی خیلی زود از خودش واکنش نشون میده. چرا؟ چون اصلا به اصطلاح احساسی در حالت سنگر و بی‌تفاوتی رو نداره که بخواد مثلا تو موقعیت‌های حساس اون رو نشون بده و خیلی زود گر میگیره، آشفته میشه. اما اگر هیچ قسمتی از طیف عاطفی مسکوت نباشد، احساسات به راحتی بروز داده میشوند و هیچ احساس مسکوتی وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی ما بخش خنثی و بخش مسکوت نداشته باشیم، تموم احساسات فرد تو دایره است، تموم احساسات فرد روی میزه و با کوچکترین اتفاقی واکنش نشون میده. یعنی هم حالت آرامشش، هم حالت تهیج و به اصطلاح پرشور و شو بودنش، هم حالت تهاجمی بودنش، هم اصرار و پافشاریش، همه چیز روی میزه. هیچ چیز مسکوت نیست که مثلا بگیم که باید یه موقعیت حساس یا موقعیت بحرانی یا موقعیت متفاوتی پیش بیاد که اونو رو کنه. نه، هر چی هست رو میزه، هر چی هست تو داره تو خودش همین الان داره و با کوچکترین حرفی واکنش نشون میده و با کوچکترین حرفی هم دوباره آروم میشه. این یعنی این که قسمت بی‌تفاوتی نداره، قسمت مسکوتش نداره اصلا اونو. بنابراین رفتارهای لحظه به لحظه نیز کمتر قابل پیش بینی بوده و معمولا کمتر منطقی هستند و با کوچکترین محرکی احساسات بروز داده میشن. یعنی همونطوری که گفتم همه احساساتش روی میزه، هر چی هست داخل دایره است. با کوچکترین تغییر شرایطی اونا رو بروز میده. ولی کسی که منطقه مسکوت داره اونا رو تو رزرو نگه داشته، اونا رو تو حالت مسکوت نگه داشته، باید شرایط خیلی بحرانی و حاد بشه که اونا رو بروز بده. تعارض بین هدف و رفتار. تو همین انتخاب رنگ‌ها ممکنه ما بین هدف و رفتار تعارض رو ببینیم. مثلا ظاهر این انتخاب همه چی مرتبه، یعنی اینجا فردی که این انتخاب کرده به نظر میشه که همه چی مرتب باشه، ولی وقتی سبز و آبی رو تو دو موقعیت اول انتخاب کرده، سبز و آبی یعنی خودمحور و ذهنیت‌گرا و روش اساسی آرامشه یعنی آبی و هدف متانت و خودداری تدافعی است یعنی سبز. و این وضعیت با وضعیت موقعیت 3 و 4 که اجتماعی بودن و خونگرمی توأم با دیگر محوری است تداخل داره، تعارض داره.
در اینجا شخص خودش رو مجبور میکنه که شاد و سرحال باشه، آخرین مد روز رو دنبال بکنه و بر اساس اون لباس بپوشه و این برخلاف میل باطنیشه که آرامشه، که به اصطلاح متانته. با این در تعارضه، یعنی وضعیت کنونیش یعنی 3 و 4ش با وضعیت هدفش که 1 و 2 چیه تعارض داره. یکی دیگه از چیزایی که تو روانشناسی رنگ میشه تشخیص داد بی‌ثباتی دستگاه عصبی خودکاره. دستگاه عصبی خودکار، حالا کسایی که در موردش اطلاع دارن میدونن، ولی مختصری توضیح بدیم. این که دستگاه عصبی خودکار تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکه، یعنی تنظیم بیولوژیکی به صورت تدریجی و نامحسوس انجام میده. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی فردی که مثلا یهویی مثلا اعصاب سمپاتیکش فعال میشه و خیلی هیجان زده و به اصطلاح مهیج میشه، به صورت بیولوژیکی و به صورت تدریجی و نامحسوس دوباره برگردانده میشه به صورت حالت نرمال. یعنی اینکه به صورت وقتی به حالت غیر ایمن و غیر معمولی نزدیک میشه، اعصاب خودکار اونو دوباره چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه و به دامنه ایمن راهنمایی میکنه و دوباره برمیگردونه به اون قسمت ایمن. یعنی چیکار میکنه؟ وقتی مثلا این حالت به سمپاتیک، مثلا عصب سمپاتیک خیلی داره به مرز ایمن خودش نزدیک میشه، دوباره همونو برمیگردونه به دامنه ایمن خودش. و یا برعکس، وقتی پاراسمپاتیکش خیلی داره زیاد به مرز ناایمن خودش نزدیک میشه، دوباره اونو چیکار میکنه؟ برمیگردونه به قسمت ایمن خودش. وقتی این درست کار نکنه، این رو سیستم گوارشی، ترشح غدد قلب و اینو تاثیر میذاره، این عصب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک. اگه به طور خودکار این انجام نشه، یعنی مثلا کسی که هیجان زده شده به طور اتوماتیک بدنش دوباره تنظیم نکنه و بر نگردونه به همون دامنه ایمنش، تو روانشناسی رنگ خودش نشون میده. یعنی سمت راست وجود ناپایداری دستگاه عصبی خودکار به صورت خیلی کم رو نشون میده، یعنی این ناپایداری خیلی کمی داره. و سمت چپ وجود ناپایداری دستگاه عصبی خودکار به صورت طولانی مدت و وخیم رو نشون میده. یعنی اگه این الگو رو انتخاب بکنه فرد، دستگاه عصبی خودکارش تقریبا ناپایداره. کار و خستگی مفرد، یعنی روانشناسی در محیط‌های کاری. تو محیط‌های کاری، سازمانی، اداری، ما میتونیم از این روانشناسی رنگ استفاده بکنیم که ببینیم نیروی کار ما تو چه موقعیت و تو چه حالت روانی و روحی هستن. 3 رنگ زرد، قرمز و سبز به عنوان گروه کار شناخته میشن. در مقابل رنگ آبی به آرامش و بی‌جنبشی و سکون و بی‌حرکتی شناخته میشه. 3 رنگ کار با توانایی فرد برای حفظ تاثیرگذاری بهینه در طول زمان ارتباط مستقیم دارند. اگر این 3 رنگ در ابتدای ردیف یا نزدیک به ابتدا باشند، کارها به خوبی منسجم همراه با اشتیاق انجام میشه. یعنی اگه نیروی کار شما این 3 تا رنگ زرد، قرمز و سبز رو تو موقعیت اول نشون داد، یعنی اینکه کارشو با اشتیاق داره انجام میده و توانایی تحمل سختی کار رو داره. به طور کلی اگه 3 رنگ کار در کنار هم نباشن، نوع کاری که فرد در آن مشغول است براش چندان مطلوب نیست. یعنی اگه زرد و قرمز و سبز و کنار هم انتخاب نکرده باشد و وسط اونا رنگی مثلا آبی، سیاه، خاکستری، قهوه‌ای بیاد، یعنی اینکه فرد تو موقعیت کاری که هست راضی نیست. وجود رنگ‌های کار در ناحیه بی‌تفاوتی نشان دهنده تعارض و اضطراب است. یعنی این 3 تا رنگ وقتی بیان تو ناحیه بی‌تفاوتی، ناحیه خنثی، یعنی تعارض و اضطراب در مورد کار برای اون شخص نشون میده. به قابلیت‌های وی میدان داده نشده. توانایی این شخص برای کار معلق مانده است. یعنی مثلا ممکن استعدادهایی داره، توانایی‌های بالقوه‌ای داره که اصلا تو این کاری که داره الان انجام میده، تو موقعیت کنونی داره انجام میده، اصلا بهش بها داده نمیشه. اگر کار مناسب به وی واگذار شود، احتمالاً گروه کار به ردیف‌های بالاتر انتقال می‌یابد. یعنی این سبز و قرمز و زرد میان تو موقعیت 1 و 2 و 3، اگه اون کاری که دلش میخواد و اون استعدادهایی که دارن تو شکوفا بشن، میان بالاتر. این رنگ‌ها میان بالاتر. رنگ سبز تو موقعیت اول که باشه نشان دهنده انعطاف پذیری اراده است. علی‌رغم مخالفت و دشواری‌ها بر کار خود ایستادگی دارد. هدفش افزایش عزت نفس خود و ارتقای جایگاهش در نزد دیگران. اگه سبز تو موقعیت اول انتخاب کرد، یعنی که با موقعیت‌های دشوار و سخت میتونه مقاومت بکنه. و در نقطه مقابلش اگه سبز در موقعیت آخر باشه، یعنی که
پشتکار سرسختی فرد برای انجام کار متزلزل شده است. یعنی شخص توانایی و سرسختی لازم برای انجام اون کار رو نداره. اگه ضرر تو موقعیت اول باشه، یعنی لذت خود به خودی ناشی از اقدام، خود مطرح کردن، یعنی فرد تو اون کار تو موقعیتی که قرار داره دوست داره خودشو مطرح بکنه، خود تو اون کار بشناسنش، مطرح بشه، یعنی بگن که آره فلانی واقعا تو اون کار خبره است. لذت از مطرح کردن خود در کاری که در آن فعالیت میکنن. نقطه مقابل آن یعنی ضرر تو موقعیت آخر، یعنی موقعیت 8، نشون میده که فرد از کاری که میکنه اصلا رضایت نداره و لذت نمیبره. وقتی قرمز تو موقعیت اوله، نشان دهنده اینه که میخواد اقدام اثر بخش انجام بده، نشون دهنده قدرت اراده است. احساس رضایتمندی از خلق چیزی که مناسب فرد است، یعنی از اون چیزی که هست احساس رضایت میکنه و میخواد پیروز بشه تو موقعیت، میخواد احساس پیروزی بکنه. و در مقابل اگه قرمز بیاد تو موقعیت آخر، یعنی فرد دچار خستگی جسمانی شده و تا حدودی میشه بگیم بریده، انرژیشو از دست داده. گفتیم رنگ خاکستری به معنی خنثی و بدون تحرک و بدون محرکه، مرز رو نشون میده و دو محدوده متضاد رو از هم جدا میکنه. وقتی خاکستری بیاد تو موقعیت اول، یعنی فارغ از هر گونه تعهد ماندن و خود رو درگیر هیچ کاری نکردن، یعنی اصلا نمیخواد فضولی بکنه. نوع رفتار جبرانی و جهت کاهش اضطراب از طریق پرهیز از درگیر شدن در کارها، یعنی خودش نمیخواد درگیر هیچ کاری بکنه. وقتی خاکستری بیاد تو موقعیت آخر، یعنی موقعیت 8، میخواد خودش رو درگیر همه چی بکنه، میخواد تو همه چی سرک بکشه که مبادا چیزی از دست بده. در انتخاب اول قبل از خاکستری و در انتخاب دوم بعد از خاکستری، یعنی یه بار قبل مرز و بعد در انتخاب دوم بعد مرز باشه، نشون دهنده وجود استرسه. یعنی در مورد اون رنگ فرد دچار دوگانگی عاطفی شده. هرچه خاکستری به ردیفای اول نزدیکتر باشه، نشان دهنده خستگی مفرط و تحلیل رفتن قواست. آبی تیره به معنی آرامش محض، کاهش فشار خون، نبض و تنفس آهسته رو نشون میده. در دوران بیماری و خستگی مفرط نیاز به این رنگ افزایش پیدا میکنه. یک نیاز بنیادین زیستی رو نشون میده. از لحاظ فیزیولوژیکی نیاز به آرامش، به آسایش خاطر، و از لحاظ روانشناختی نیاز به رضایتمندی، آرامش و لذت رو نشون میده. آبی رنگ وفاداری ولی آسیب پذیر است، نشان دهنده عمق احساسات، از لحاظ ادراک حسی معادل شیرینی و محتوای عاطفی آن مهربانی است. انتخاب رنگ آبی در موقعیت اول نشان دهنده نیاز به آسودگی عاطفی، آرامش، هماهنگی، خرسندی، نیاز جسمی به استراحت، تمدد اعصاب و تجدید قوا میباشد. همین که گفتیم، خانه محیطی آرام، نظم و ترتیب، آری از آشفتگی، مزاحمت، رابطه بین فردی آرام و آری از قیل و قال خیلی مهمه. ولی اگه آبی رد بشه و بیاد تو موقعیت‌های 6 و 7 و 8، یعنی این که نیاز شخص به آرامش و متانت و به اطمینان متقابل در روابط ارضا نشده باقی مانده است. یعنی احساس میکنه که تو روابطش اطمینان متقابل اصلا نباید باشه، یعنی نباید به کسی اعتماد بکنه، نباید اصلا باید آرامش رو بندازه دور. اصلا روابط عاطفی با اون چیزی که انتظارش داره اصلا انطباق نداره. اون روابط رو سنگین، دل سر کننده، طاقت فرسا درک میکنه. یعنی کسی که آبی رو رد کرده و گذاشته تو موقعیت 8، یعنی اینکه احساس میکنه که نباید به کسی اعتماد کرد، نباید اصلا باید آرامش رو بندازی دور، همچین احساسی تو خودش داره و همین باعث ایجاد اضطراب میشه توش. اگه این انتخاب برای کودک باشه، یعنی یه کودک رنگ آبی رو رد کرده باشه، ممکنه تو یادگیریش ایجاد اشکال بکنه. اگه برای بزرگسال این انتخاب ممکنه تو سیستم عصبیش که مرتبط با قلب و گردش خون ممکنه ایجاد اختلال بکنه. مثلا اگر یک نوجوانی آبی رو پس بزنه، یعنی آبی بیاد تو موقعیت 8 و همونو با سبز جبران بکنه و سبزش بیاد تو موقعیت 1، یعنی اون فرد میخواد مستقل باشه، یعنی آرامشش رو با سرکشی و طغیان جواب داده. یعنی چی؟ یعنی مستقل بودن، یعنی تمایل به مستقل بودن
و از قید و بند خانواده آزاد شدن. حالا مثلا اگر آبی با قرمز جبران بشه، یعنی اینکه فرد میخواد با رفتارهای پرهیجان یا تمایلات جنسی بی‌بندوباری در این زمینه آرامشش رو جبران بکنه، یعنی آرامش رو بندازه دور، در عوض بره به دنبال چیزای پرهیجان و بی‌بندوباری جنسی. و اگه با زر جبران بشه، یعنی که دنبال و جستجوی یک راه نجات میگرده. اگر آبی در میان 4 گزینه اول نباشد نگران باشید. سبز یعنی مقاومت در برابر تغییر، یعنی استحکام، استواری، یعنی پافشاری بر دیدگاه‌های خود، برای به خود و تمام چیزهایی که به خودش مرتبطه احترام زیادی میذاره. کسی که سبز تو موقعیت اول انتخاب میکنه میخواد بهش زیاد احترام بذاره، یعنی اینکه محیط و اطرافیان بهش احترام بذارن، به دیدگاهاش ارج بنهند خیلی اهمیت میده. مغرور، ریشه داره، تغییر ناپذیره، سختگیره، متعصبه، میخواد عقایدشو به کرسی بنشانه، خودش رو بر حق جلوه بده. کسایی که مثلا موعظه و نصیحت اینا میکنن معمولا سبز رو تو موقعیت اول انتخاب میکنن. کسی که سبز رو رد کرده، یعنی که موقعیت 7 و 8 قرار داده، یعنی که قدرش رو ندونستن و بهش ارج ندادن. رنگ قرمز هم به معنی صرف انرژی و تحرک و هیجان و فعالیت و میل جنسی است و میل شدید به کسب موفقیت. رد کردن رنگ قرمز یعنی خستگی مفرط جسمی، عصبی، اختلالات قلبی و فقدان نیروی یا تمایل جنسی. کسی که قرمز رد کرده یعنی تو خودش احساس خستگی مفرط میکنه، تو خودش هیچ نیرویی رو پیدا نمیکنه، تو خودش هیچ هیجانی نداره. تو موقعیت اول که باشه یعنی شور زندگی و قانای تجربه. حالا ما میخوایم یه چیزی رو به صورت خیلی مختصر بگیم. تو این قسمت میخوایم بگیم که اگه کسی رنگ آبی رو رد کرد باید چیکار بکنه. مثلا شما برای خودتون رنگ‌ها رو انتخاب کردین، رنگ آبی رو رد کردین، رنگ آبی رفته تو موقعیت 8. بهش توصیه میشه که در اختلاف عقیده شرکت نکنه، در مشاجره و بحث مجادله درگیر نشود، خود و دیگران سعی کنن محیطی آرام و خالی از تنش براش ایجاد بکنن، یعنی اطرافیانش سعی کنن محیطی آرام براش ایجاد بکنن، برعکس اون چیزی که ازش فرار میکنه، یعنی محیط آرام و آرامش براش آرامش واقعی براش برمغان بیاره، خودش و دیگران اطرافیان بهش کمک کنن که محیطی آرام داشته باشه. و برای قرمز هم جا به خودش رو داره، یعنی سعی کند محدودیت و قید و بند کمتری برای خودش تعریف بکنه، قید و بندها رو برای خودش بزنه کنار، به مهارت‌ها و توانایی‌ها و تلاش‌هایی که از آن لذت می‌برد مسیر پیشرفت بیشتری رو برای خودش مهیا کند، یعنی به اون چیزایی که توانایی داره توش بره توش و لذت ببره، از اون لذت اقدام و فعالیت رو تجربه بکنه. دیگران هم در این زمینه بهش کمک بکنن که بتونه موقعیت جدید و پرهیجان رو تجربه بکنه. و همینطور کسی که زرد رو رد کرده محدودیت‌های واقعی را پیدا کند و برای آنها چاره اندیشی نماید و در گرداب محدودیت‌های غیر واقعی غوطه‌ور نشود، برای خودش موقعیت‌هایی رو به اصطلاح ایجاد نکنه غیر واقعی، محدودیت‌های غیر واقعی تو خودش نذاره، دست و پاگی برای خودش نتراشه که نه من نمیتونم این کار انجام بدم. اطرافیان هم بهش کمک بکنن که احساس بدی در مورد ارزش و احترام خود نداشته باشه، بهبود عزت نفس کمک شایانی به اون میکند. برای سبزم یعنی بهش کمک بکنین که فرد بیشتر به خودش احترام بذاره، برنامه ریزی و تصمیم گیری مستقلانه تری رو تجربه کنه و سعی کنن موقعیت فعلی خودش رو تثبیت بکنه و دیگران بر اون تاثیر زیادی نگذارن و خودش باشه در واقع. تمام، خسته نباشید.